خیلی خوش اومدید به ویدیوی خودتون. امروز میخوایم تفسیر و تحلیل تست هوش ریونان. اینو بله. اولین سوال، خب همونطور که می‌بینید دایره داره، لوزی داره، مربع هم داره، یک نقطه نقطه داره که مثلا یکی به اون طرفه یکی به اون طرفه که مستقیمه. الان ما مستقیم هم داریم توی این گزینه آخریه نگاه کنیم. مستقیمه که داریم، افقی داریم، به سمت چپ داریم، به سمت راست رو نداریم و همونطور که می‌بینید لوزی هم نیستش، مربع لوزی مربع. الان ما مربع رو داریم، دایره داریم، چی نداریم؟ لوزی سه تا هم اون طرف، سه تا هم داریم. این تی هست، صلیب و شمشیر، باز چرخی مثلا دوتا شده. مثلا نگاه کنید الان تی رو داریم، صلیب هم داریم، شمشیر رو داریم. تی، صلیب، شمشیر دیگه. شمشیر الان ما سه تا باید داشته باشیم که مثلا اینطوری باشه، اینو دیگه داریم و اینا با هم دیگه چیز شدن، هم دیگه رفتن برعکس شدن. قرینه هم دیگه چی که اصلا آسون هم هست. تستای اولش قشنگ آسونه، مثلا کم شده از این و کم شده از این و کم شده میشه، این از این بر از این و کم میکنی میشه. این کدش گرفته مثلا یک چهارخونه در نظر باید بگیری، تقسیم بر 3 کنی، همونجوری باید سفید بزنی. الان این قسمتش مثلا کم شده، این مثلا کم شده، یه سیاهی مونه. این هم یه قسمتش کم میشه، یه قسمت اینجا هم کم بشه، این میمونه دیگه سیاه، این میمونه. بعد اینجا هم از افقی کم میشه، به عمودی اضافه میشه. افقی کم شده، نه افقی کم نشده، به عمودی اضافه میشه، برعکس بشه. خب الان به عمودی اضافه بشه میشه این دیگه. این حالت بازم به هم دیگه منطبق میکنه، این رو روی منطبق کرده شده، این رو همونطور، این رو باید منطبق کنیم روی این روی این منطبق باشه دقیقا میشه. اگه این رو روی این منطبق کنیم میشه دقیقا بازم جواب یکی میشه، دقیقا همین. این سفید داره، خطای اینجوری داره، سیاه هم داره، دقیقا این هم همونجوریه، سیاه داره، سفید داره، خط نداره. پشتش باید خط باشه، یا اینه یا دیگه یا این. پس اینجا هم یا سفید باید داشته باشیم، این طرفش افقیش سفید داره، خط داره، چی نداره الان؟ سیاه دیگه. خب دیگه اینه سفید دیگه نمیشه. این دقیقه باز هم دیگه جمعش کرده، این رو این جمع بشه میشه این با این جمع بشه میشه این با این جمع بشه میشه این. منطبقش هم کنیم بازم فرق نداره. این باز گسترده کرده، مثلا اینو بازش کرده شده این، بازش کرده این شده، اینو بازش کنیم یه مربع در میاد که توش صلیبه. بعد اینم دیگه جمعش کرده، اینو گذاشت کناری، این کنار این بذاری، اینم کنار اینم کنار این بذاری، میشه دقیقا این کم کرده. اینو از روی این کم کنی میشه این، کم کنی میشه این، کم کنی میشه این. اینم دقیقا مثل سوال اوله. سوال اول که بود که مثلا مربع لوزی اینا، خب اینم دقیقا همون مربع لوزی دایره، مربع لوزی چیز نداره، مربع اون نداره. مربع سه تا به سمت این طرف رو داره، به این سمت این طرف رو نداره، دقیقا برعکس همونه. میشه این حالت حرکتی کرده، مثلا الگوه، این میره این طرف روی مثلا میره منطبق میشه، این هم مثلا حرکت میکنه دقیقا روبروی این قرار میگیره، این میشه. اینم برعکس، خیلی که مثلا فکر میکردم مثلا به این طرف باید چیز کنه، این طرفیه، افقی مثلا پشت زمینه این مثلث کاملمون که نباشه، مثلا پشت زمینش مهمه، اینجوری جمع کرده. اما مثلا این خط ها هستش، با این خط جمع کرده شده، این خط رو با این جمع کنه میشه این دیگه، یا اینه یا این. بعد ارزم به حضور شما که این با این جمع بشه میشه این دیگه. بعد این هم که کم کرده، شبیه ها رو کم کرده، مثلا این شبیه اینو کم شد، این دایره رو نداره، این زبدر توش با دوتا خطا کم شده مثلا این هم دقیقا همون میشه دایره. این اضافه شده بهش، مثلا منحنی پیدا میکنه، یه دونه منحنی مثلث منحنی دار
یک دونه مثلث صاف و خط، این نقطه چی نقطه چی، این مثلث نقطه چی که مثلا چیز میشه باشه. این هم که مثلا به شکل خاصی این کجش کرده، این هم بعد مثلا هم کج میشه هم چیزی میشه، اینجوری داره. آره اینجوری میشه. این دقیقا با هم دیگه جمعشون میکنه. این رو این بره میشه این رو این بره میشه این رو این بره میشه دقیقا این. این پشت زمینش رو تعیین کرده. این ولی باید باز برعکس اون این جلوشه. این پشت زمینه میشه این دایره هم بره وسطش میشه دقیقا این. اینم اینجوری بوده سیاه شده، مثلا خال داشته خط خط بوده سیاه شده، خال خط خط سیاه، خال خط سیاه. اونم که مثلا وسطش سیاه بوده سیاه دیگه این میشه. یه گزینه دیگه ای نداریم که ما مثلا بگیم نه این میشه، این نیست اینا دیگه هم که هیچ عنوان نیستن. نه دیگه هم. بعد اینا که نقطه هاش کم میشه، مثلا خط نقطه ها رو اونایی که شبیه همه رو کم کرده، اونایی که شبیه هم نیستن رو جمع کرده. اونایی که شبیه هم نیستن رو جمع میکنیم، اونایی که شبیه هم رو کم میکنیم. دقیقا مثل تستای قبلیش. حالا این میشه یک مربعی که توش داره اینم خط یک لوزی و شبیه همه رو کرد. الان این نقطه ها بعد اضافه شه، یا اینه این بین این 4 تا گزینه یا 5 تا گزینه بعد رو اضافه کنیم. این نیست این هم نیست. 3 تا گزینه خط به همین راحت. بعد دایره بعد اضافه بشه، دایره بعد توش وجود داشته باشه. پس یا اینه یا این. یه گزینه دیگه هم خط. بعد اینا خط ها هم نباید باشه. یه گزینه دیگه هم خط میخوره. نه هیچ گزینه خط نمیخوره. بعد اون صلیبا هم باشه دیگه. این صلیب وسط این میشه این دیگه. این هم که کم کرده کم کرده میشه. این هم دقیقا اونجوری وقتی مثلا خطا این خال هم میرسن سیاه میشه. الان سیاه خب خط سیاه شده. الان خط میشه این برای جهت عقبای ساعت رفته، یعنی حالا این بره کناری این برای مستقیم میشه این میشه این. بعد این هم که این اینجوری میشه اینجوری شده کج شده، اینم شیب پیدا کرده شیب اینم که کج شد. دایره مثلث مربع مثلث مربع دایره باید چی باشه؟ خام خورده باشه. این رو شانسی میزنم شما توی کامنت ها حتما جواب بنویسین که جواب چی بود به این تست. بزنم قشنگ ببینید شانسی زدم. خب بعدش هم که اینه بچه من این تست رو از خودم در بردم جوابشو. فکر نکنین از تو اینترنتی جایی ها، تو اینترنت هر چی گشتم مثلا جواباش نبود. اگه پیدا کردین حتما برام بفرستین رو تعلیقاتم. از خودم کسشر در آوردم یا درست. بعد اینم که دقیقا اینه همونه بر اساس عقربای ساعت رفته.
بعد H داریم H اینجا هم H ها خط میخوره H اینا به H ها خط خورد. این هم که از این مدل داریم ما، این خط میخوره. ببینید اینها میبینه 4 تا گزینه ها. بعد دقت کرده باشیم بعضیشون گشاد شده. این مثلا توی گزینه این گشاد شده، این گشاد شده، این گشاد شده. 2 تا گشاد شده، اشتباه گفتم. 2 تا گشاد میشن، یکی تنگ میشه. خب اینجا تنگمون اینه، مثلا جهت عقب ساعت هم هست دیگه. گشاد و اینا گشاد چون داشتیم ما، یکی باید تنگ بشه. بعد اینم که مثلا دو وقتی خال خال وجود داره باید یکیش سیاه باشه. الان ما خال خال داریم، اینجا گزینه آخر یک دونه خال خال داریم. 2 تا خال خال باید باشه، یک یا اینه پس یا اینه یا این. بعد وقتی که خط وجود داره، این خطهای افقی و عمودی باشن سفید میشه. الان دقیقا این موضوع هم برای آخرین پیش میاد. نگاه کنیم این خط افقی داره، پس باید عمودی باشه. عمودی نمیشه دیگه. گزینه‌های دیگه هم اینم وقتی که مثلا بعد دو تا دیگه، مثلا از این داریم یک دونه، از این 2 تا، این داریم اینم داریم، اینم هست اینم هست. پس اینا این 4 تا راحت خط، 5 تا گزینه راحت خط. با این تحلیل و خصوصیات کنم دیگه ایراد نگیریم. اگه شما جوابا رو داریم بفرستید، یا مثلا بگی اینجا اشتباه گفتی، تحلیل اشتباه گفتی، چرا گفتی اشتباه گفتی، بهم بگید لطفا. مرسی ازتون. بعد این سفید، 2 تا سفید داریم، 2 تا سفید داریم، سفید یک دونه داریم اینجا. بعد همین های دیگه همشون که همه گزینه هم داریم بیشتریاشون به جز این 2 تا. بعد این سفید دیگه، بعد جایی که 2 تا داره اینجا این خط میخوره، اینجا کلا اینا همه خط خورن. 2 تا گزینه مونده. خط اینجا نگاه کنید، دقت کرده باشین 3 تا داره خطای کج. خط کج نگاه کنید 3 تا، 1 2 تا 3 تا، 1 2 تا 3 تا، 1 2 تا 3 تا. بعد دقت هم کرده باشین تو همه ردیف ها وجود داشته. مثلا یکی تو اینجا وسط سمت چپ سمت راست داریم ما، این میشه. بعد این تو این تست هم یه حالت اینجوری داره. وقتی که 2 تا اینجوری باشن، یک دونه خط اینجوری هم وجود داره. و این موضوع هم برای این پیش میاد برای بعدیش هم که این 2 تا سفید هم باشه، این هم هستش. بعد خب الان این داریم، این سفید هم هست، یک دونه سفید دیگه، یا اینه باید سفید باشه، این قسمتش باید سفید باشه، یا اینه یا این، بقیه قطع میکنه. ببین این 3 تا الان همونطور که گفتم وقتی که 2 تا حالت منحنی باشه، الان یک دونه داریم، 2 تا هم یک دونه اینجا، یک دونه اینجا، میشه 2 تا. خب یک دونه اینجا، یک دونه باید باشه، میشه 3 تا. چیز بعدش هم که اینجوریه. آره این میشه دیگه، اینم نداره خاله همین. یه حالت جمع و تفریق دیگه. همسوی نگاه کنید جمع شده. الان این بعدیش که نگاه کنید برعکس همه، متقارن همه کم میشه. این وره مثلا کم شده، سفید اون ور بوده کم شده از این ور. خب اینم دقیقا همون جوری. نگاه کنید برعکس همه، این طرف بوده برعکس هم بودن، این میاد این طرف از این کم میشه، یعنی اینجاش کم میشه، این نیستش. این هم دقیقا همون جوری، این ور یک کم میشه. 2 تا سفید اینجوری میشه، این هم دقیقا هم آسونه. این خط داره یک دونه حالت چی میگه یو ماننده، یک دونه زد داره. این هم دقیقا یو مانند زد، زد خطه ولی کجش کردن. پس چی مونه؟ یو ماننده نیستش. یو همون اگه دقت کرده باشیم به سمت راست، پس این نیستش. این خط هم نیست،
2 تا گزینه خط خورد، 1 2 3 4 5 تا گزینه، 6 تا گزینه دیگه میمونه. بعد همونطور که ببینید مثلا به ترتیب 1 نقطه، 2 نقطه، 3 نقطه، 1 نقطه، 2 نقطه، 3 نقطه، 1 نقطه، 3 نقطه، 2 نقطه میمونه. پس اینم خط میکنه، 5 تای دیگه میمونه بین اینا. بعد همونطور که گفتم سمت راست دیگه، بالا که نداره، مثلا یو به سمت راسته، هم یو به سمت راسته، این میشه. بعد اینجا هم که گرفته خطایی که اونایی که شبیه هم بوده اصلا دیگه جمع کردیم موندن، اونایی که نبودن کم کرده نیستن دیگه کلا. اینجا نگاه کنیم بودن هستش، اینا خط نقطه چی نقطه چی نقطه چی نقطه چی. بعد این هم که همونطوری، دقیقا همونطوری اونا که شبیه هم نیستن خط میکنم، اونا که شبیه این خطا خط میکنن شبیه هم نیستن چون. بعد اونم که شبیه خط خطن هم دیگه جمع شده میشه این دیگه. بعد این هم که نقطه چیزش رفته، نقطه شروعش، نقطه شروع اگه مثل هم باشه هستن دیگه. مثلا اینجا نگاه کنید این نقطه شروعش این همه، این یک جا شروع شده، این هستش مثلا، این هستش، این هم هست، این هم هست، این هم هست. اینجا ما نقطه شروعی که به صورت یکسان وجود داشته باشه اون نداریم، پس این میتونه باشه یا این میتونه باشه یا آره دیگه، یا اینه یا اینه، اونای دیگه نه. بعد هم تو که میبینی اونا که شبیه همن خط میخورن. مثلا اینجا نگاه کنین توی این که ام ماننده، مثلا این که وقتی بوده اینم بوده این دیگه نیستش، یا مثلا این بوده اینم بوده این دیگه نیستش، اینا مثلا اینا نیستن دیگه. نگاه کنین کنار همه، پس این نقطه تنهایی تموم شد. آزمون راحتی بود، هرچند که یک دونه پاسخ اشتباه داره. مدت زمان انجام شده 17 دقیقه. ویدیو به اتمام رسید. یک تست رو اشتباه جواب دادم. اگه میدونید که جوابش چی میشه حتما برام کامنت کنید تا من از اشتباهم مطلع بشم. قربونتون برم. خداحافظ.